مال خانه های سنگینه که از زمان های قدیم گویم باقی مانده است. حالا لیکن بعضی اینا کم و بیش به اصطلاح ریستوراسیون کرده باشن یا همان گونه ای که قبلا بود نگاه داشته شده است. من همین همه همین خانه ها از سنگ ساخته شده جای زندگی یک مردمی تهجایی بوده است که گوییم شاید از دست ظالمان گریخته در همین جاها پناه بردند. این مساحت خانه ها گوناگون و من این خانه چه بالا پوشیده، این خانه هم بالا پوشیده برای همین میگفتن خیام بوده است زنهار قدم به خاک آهسته نهی کان مردمه که چشم نگاری بود است. من مردم در همین خانه ها یک زمان زندگی کردند. امروز خانه های مردم خیلی دهشتناک و اما باز هم راضی نیستند که از اون هم باز بهتر جا و مکان سازند. من خانه ها این مثل که یک کوچه محله به اصطلاح خیابان. من همین چوب هاش پوسیده رفته است و من این چیزی عجیب منه ستونی این خانه که همینجا باقی مانده است. من این خیلی سرتاقه که در روسی پریمیچکه هم میگوین من همین خیلی خوب می ساختن. من همون ستونه که از همون دوره های پیش باقی مانده است. من باز یکی دیگهش خدا رو شکر. من همین جای آدمای قدیم که از سطح بحر حدی اقل 1300 گویم 1.5 کیلومتر در بلندی واقع گشته است. این سنگ‌ها ببینید با وجود همین قدر سالها عصرها گذشتن تقریبا اکثر آن همون قالب و نمای پیشتره خود از دست نداده است. مثلا و بالای همین چند چوب و تخته مانده کس میتواند زندگی کند. ببینید سنگ ها چیده شدگی عجب تا بالا.
درآمدگاه یا شاید تشناب باشد. من این خانه جای زندگی من واقعا هم عجیب ببینید چقدر چیزها اینجا با گذشت ایام محفوظ مانده است و یگان زمین لرزه اینها را به خاک یکسان نکرده است. همینجا آتشکده هم موجود بوده است. این چیزهایی میگویند همه این خانه های سنگین تا دوره اسلام ساخته شده اند. همه این یادگاری های به اصطلاح معماری از دوره تا به اسلام من خیلی ساخته شده و بعدا مردم و جای آبادتر به پایان کوش بسته اند. خب از دیدن چنین جای هایی که یه مردم بومی اینجا زندگی میکردند راست گپ شکر میکنم، چون به اینجا آمدن و به این بلندی ها برآمدن نه هر روز و نه به هر کس میسر میگردد.